دیشب ساعت 8:30 هیچی لب به هیچی نزد که امروز بشینی قشنگ بخوری؟ حالا قشنگ که نه ولی چون خب ببین عزیزم، چون رژیم داری خودتو اذیت نکن. میتونی از هر کدوم 2 تا قاشق فقط بچشی. ما نمیخوایم تو به خاطر ما رژیم اگر من اون قاشق 2 قاشقم بشه 3 قاشق همه میان می‌نویسن میگن این رژیم، این اصلا رژیم داشت. اصلا این نمی‌خوره. سنتی هم نمیخوری که توش مملو از خامه و پسته و اینا هست. یه جاهای زمانایی پس تو بیا برو دیگه خونتون این چی نمیخوری. گفتم من چاق و گشته است. آدم باید بخوره و بمیره، نه که نخوره و بمیره. اون قسمت دومش رو دور از جونتون. نه دور از جون نداره. ببین استوریش کنیم، واقعیت رو آدم همیشه باید قبول بخوره کنی. بمیره. یک روز میای و یک روز باید بری. حالا خدا نکنه دور خدا این حرفا رو نزن و دور از جونت و اینا همه شعره. آره داداش. خب دیدین چی شد؟ 2 تا از بازیگرای محبوب سینما و تلویزیون با 2 تا دیدگاه کاملا متفاوت درباره یه موضوع بظاهر ساده، یعنی رژیم غذایی، وارد یه بحث حسابی شدن. سلام رفقای عزیز کانال افشاگرا. اینجا جاییه که ما بدون سانسور، بی پرده و بی رو در بایستی میریم سراغ حواشی داغ و واقعیت‌هایی که خیلی‌ها ازش فرار میکنن. موضوع امروز ما درباره گفتگوی جنجالی بین مریم امیرجلالی و سیما تیرانداز هست. جایی که امیرجلالی خیلی صریح و قاطع گفت من هیچ وقت رژیم نمیگیرم. چرا باید خودم رو اذیت کنم؟ غذا خوردن لذت زندگیه. و در طرف مقابل تیرانداز با آرامش و استدلال گفت نه، رژیم یعنی نظم، یعنی مراقبت از بدن. اگه قرار عمر بیشتری داشته باشیم، باید مسئولانه غذا بخوریم. حالا بذارین کمی دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم. واقعاً کدومشون درست میگن؟ آیا لذت از زندگی مهمتره یا حفظ تناسب اندام و سلامت جسمی؟ حرفای مریم امیرجلالی خیلی از مردم عادی رو نمایندگی میکنه. خیلی‌ها هستن که با شنیدن کلمه رژیم حالشون بد میشه، چون براشون مساوی شده با گرسنگی کشیدن، محرومیت، استرس و حتی افسردگی. در مقابل سیما تیرانداز نماینده اون دسته از آدماست که فکر میکنن بدن ما مسئولیت ماست. میگن همونطور که مراقب لباس و ظاهر و کار و پولمون هستیم، باید مراقب خوراکمون هم باشیم. چون اگه از درون خراب باشیم، ظاهر خوشگل هیچ فایده‌ای نداره. ولی موضوع فقط غذا خوردن نیست. ما داریم درباره سبک زندگی صحبت می‌کنیم. یکی میگه من فقط یه بار زندگی می‌کنم، باید لذت ببرم. یکی دیگه میگه من فقط یه بدن دارم، باید حفظش کنم. و اینجا دقیقاً همون جاییه که دعوای نسل‌ها و تفکرات مختلف شروع میشه. حالا سوال اصلی ما از تویی که این ویدیو رو می‌بینی اینه: تو با کدوم دیدگاه بیشتر موافقی؟ با خانم امیرجلالی که از رژیم متنفره، یا با خانم تیرانداز که طرفدار سلامت و نظم توی تغذیه است؟ لطفاً همین الان ویدیو رو لایک کن تا بدونیم اینجور محتواها رو دوست داری و حتماً عضو کانال افشاگرا بشو و زنگوله رو بزن، چون هر هفته قراره با حواشی داغ‌تر و بحث برانگیزتر برگردیم. و حتماً توی کامنت ها نظرت رو بنویس. منتظرم نظرت رو بخونم. تا ویدیوی بعدی از کانال افشاگرا. فعلاً خدا حافظ و یادت نره اینجا جاییه که چیزی پنهون نمیمونه.